خب با نام خداوند بخشنده و آفریننده. دوستان عزیز، عرض سلام و ادب دارم خدمتتون. پیرو صحبت‌های قبلی که در خصوص مدیریت ذهن به استحضارتون رسوندم، ادامه مبحث را در همون خصوص پی میگیریم. گفتیم خدمت شما که ارزش‌های تعبیر و تفسیری یه حالت گسترشی دارن، مثل یه غده سرطانی. همین که جرثومیان تو ذهن لونه کرد، تشکیل یک کانون فساد را میده که روز به روز ابعاد گسترده تری، ابعاد وسیع تری پیدا میکنه. از هر خصوصیت آن خصوصیت و مسائلی به بار میاد و از اون خصوصیت و مسائل به بار اومده نیز مجدداً خصوصیت و مسائل دیگری حادث میشه. یکی از خصوصیات اساسی ارزش‌های تعبیری و تفسیری که ذهن دائما بهش مشغوله، این کیفیت مقایسه‌ای بودن اونهاست. دوستان، هر ارزش تعبیری و قراردادی تنها از طریق مقایسه با ضد خودش قابل تصوره و هر دوی اونها پیرایه‌های ذهنی و اعتباری هستند. یعنی هم ارزش‌های مثبت هم ارزش‌های منفی که در ذهن خودمون ساختیم به صورت اعتباری و قراردادی. دوستان توجه داشته باشید که ارزش‌های اصیل ذاتی را ما بعد بهش میپردازیم. ما فعلا شاهد ارزمون ارزش‌های قراردادی اجتماعی هستند که ساخته و پرداخته ذهن و اجتماع القای برونی ارتباطی به فطرت انسانی ندارند. مثلا شما اگه با ارزگی را با بی ارزگی مقایسه نکنید، از هیچ کدوم اینها معنی نمیتونید تصور کنید. تازه این معنایی هم که تصور میکنید در حد همین الفاظ و کلماتی که در ذهن شما تصویر میشه. شما اگه تصوری از خست، بخل نداشته باشید، سخاوت هم براتون مفهومی نداره. کمرویی مثلا تنها در مقایسه با پررویی قابل تصوره. حقارت در مقابل تشخص میتونه معنا داشته باشه. تمام ارزش‌های قراردادی و پیرایه‌ای دارای چنین کیفیتی هستند، در حالی که پدیده‌های حقیقی وجودشان مستقل از ضد خودشون هست. پدیده‌های واقعی وجودشان از ضد خودشون مستقل هست. مثلا سرما یک کیفیت واقعیه که بدون مقایسه با گرما هم قابل احساسه. هرچند دوستان توجه کنید که ذهن ما به علت عادت به مقایسه این چیزها را از طریق مقایسه نگاه میکنه، حتی اون چیزهای واقعی را، حتی امور حقیقی را. و مقایسه حتی در امور واقعی هم به رنج انسان کمک میکنه. شما اگر گرمای شدید تابستان رو با خنکی هوای بهار مقایسه نکنید، گرمای تابستان چندان برای شما رنجاور نخواهد بود. حالا توجه کنید که از خصوصیت مقایسه بودن ارزش‌ها و اعتباریات چه مسائل و فجایعی به بار میاد. در مقایسه دوستان وجود رقابت مستتره، یعنی در وجود خود مقایسه فی نفسهی در خودش ذاتاً رقابت برانگیزه. اگر به خاطر رقابت نیست، چه ضرورتی ما را وامی داره که در هر قدم از زندگی خودمون و متعلقات خودمون رو با دیگران مقایسه کنیم؟ آیا این مقایسات دائمی که به صورت یک جریان و همیشگی در ذهن ما هست، حکایت بر اون نمی‌کنه که ما درگیر نوع مبارزه پنهان و رقابت با یکدیگریم؟ خوب به روابط خودمون توجه کنیم، ببینید اینطور هست یا نه. مثلا من میگم بچه من یاد گرفته از 1 تا 100 بشماره. شما بلا درنگ بلا فاصله میگی بچه من هم شنا یاد گرفته. من شعری از مولوی میخونم تا در ضمیر خودم اون چی که از اظهار وجود هست و در این مورد خاص دانش مولوی شناسی خودم رو به رخ شما بکشم. شما هم فوراً حافظ شناسیتون گل میکنه، شروع میکنید به یک شعری از حافظ خوندن. اگر خوب توجه کنیم میبینیم سراسر زندگی ما سلسله مقایسه است و در پشت مقایسه رقابت هست، رقابت نهفته است.
البته مقایسه و رقابت همیشه صریح نیستند، اینجوری نیست که خیلی علنی باشه، گاهی وقت اصلا خودمون هم متوجه نمیشیم و بیشتر مواقع تا خودمون متوجه نمیشیم. ما اگر خوب دقت کنیم متوجه میشیم که در رقابت و مقایسه همیشگی هستیم، اما فریب‌های نفس، فکر باعث شده که ما فکر کنیم رقابت و مقایسه فقط در بعضی جاها وجود داره. اینجوری نیست. بگم به شما تقریبا 90% گاهی 100% زندگی ما را رقابت و مقایسه گرفته با لایه‌های متفاوت، منتها متوجهش نیست و اغلب با توجیهات و لفافه‌های پوشیده است. ولی از مجموعه روابط و زندگیمون میتونیم به روشنی ببینیم که در زیر تمام توجیهات و لفافه‌ها این جرثومه مخرب رقابت نهفته است. و اگر ریشه رنج‌ها و مسائل خودمون رو بررسی کنیم می‌بینیم به غیر از رنج‌های مادی و فیزیکی هیچ رنج و مسئله‌ای نیست که از بطن مقایسه و رقابت بیرون نیامده باشه. ما بحثی رو رنج‌های حقیقی واقعی مثل رنج‌های مادی فیزیکی و عینی نداریم، اونها یه بحث‌های جدا هست. اما به غیر از اون قالب رنج‌های ما که خیلی آزاردهنده تره رنج‌های توهمی، مقایسه‌ای، رقابتی است. بدیهی بچه هم که در جو محیط خود ما نشم و نما میکنه بزرگ میشه، حقیقت قضایی رو به خوبی و روشنی میبینه. بچه تابع حرفهای ما نیست، نگاهش به اعمال و رفتار و حالات ما هست. اصلا بچه مقابله میکنه در خیلی از مواقع با حرفهای ما، توجهی به حرفهای ما نداره. اون چه که باعث میشه که رفتار بچه شکل بگیره نوع هنجارهای ما، رفتارهای عملی ما، ناخودآگاه ما و تأثیر ناخودآگاه ما در رفتارهای ماست. میبینی که مثلا پدر و مادرش در منزل یه جور لباس میپوشند، یه جور غذا میخورند، یه جور آداب و احترامات یا بی احترامی ها و ناسازگاری ها با یکدیگه دارند که با آنچه به دیگران نشون میدن به کلی متفاوته. از این رفتارهای دوگانه و از وانمودها و نمایشات و تظاهرات اینجوری استنباط منطقی و صحیح برای بچه حاصل میشه که انگار بین انسان ها نوعی جنگ و مبارزه مرموز، زیرکانه و اعلان نشده وجود داره و تمام ارزش ها و اصولی که هم اکنون تحت عنوان تربیت حالا بگیم یا هر عنوان دیگری به او عرضه و تحمیل میشه که این چنین باش این چنین نباش، در واقع ابزار و حربه همین جنگ و مبارزه است. و از اینجا یکی دیگر از اساسی ترین و مخرب ترین تغییرات در مسیر و هدف زندگی انسان به وجود میاد. بعد از درک این واقعیت که مهمترین هدف زندگی و روابط آدم ها را مبارزه و رقابت تشکیل میده، انسان به معنای واقعی کلمه دیگه زندگی نمیکنه. علاقه و توجهش از زندگی آنچه در زندگی میگذره سلب میشه و به تنها چیزی که فکر میکنه مبارزه و کسب برتری ارزشیه، بهتر مطرح شدن، اعتبار کسب کردن، ارزشمند شدن از لحاظ تصوری، توهمی، اجتماعی هست. انسان احساس میکنه که در صحنه جنگ قرار گرفته و باید هر چه بیشتر حربه و ابزار این جنگ رو فراهم کنه. بنابراین به تمام جریانات و پدیده‌های زندگی تنها به عنوان وسیله و حربه جنگ نگاه میکنه و این موضوع را خود به خود در مسیر منفی و مخرب قرار میده و پیش میبره. مثل اینکه از متن زندگی خارج میشه و وارد صحنه نبرد میشه و خدا میدونه که در این تغییر مسیر و هدف چه وخامتی نهفته است. بعد از آشنایی با ارزش‌ها به عنوان حربه مبارزه، انسان زندگیش را از دست میده. به معنای واقعی کلمه دیگه زندگی نمیکنه، بلکه از زندگی واقعی باز میمونه و تمام زندگی و هستی خودش را وقف جنگ و مبارزه بر سر یه مقدار ارزش‌های هوایی و بی محتوا میکنه. در این جریان انسان وسعت معنای زندگی را از دست میده. به عنوان مثال تشبیه این که من در یک دشت وسیع و باز وایسادم ولی به من میگن تو حق داری تنها به یه جهت نگاه کنی. بعد از اینکه انسان با دید رقابت وارد زندگی و روابط اون میشه،
مقایسه و رقابت. هدف و معنای زندگی را خلاصه شده در جنگ و مبارزه میبینید یک جنگ اعلان نشده مرموز در ذهن همه افراد خواه نخواه جریان داره که گاهی ازش غافلن، ولی وقتی به جریانات ذهن نگاه بکنن، توجه بکنن، متوجه این رقابت مرموز ناخودآگاه میشن. بعد از اینکه انسان با دید رقابت وارد زندگی و روابطون بشه، هدف و معنای زندگی رو خلاصه شده، تلخیص شده در جنگ و مبارزه میبینه. طوری است که انگار زندگی همین یه هدف و همین یه معنا رو داره، رقابت و مقایسه و رقابت. درسته که من هدفهای متفاوتی رو دنبال میکنم دوستان، درست است که انسان هدفهای متفاوتی رو دنبال میکنه، درست است که دست به فعالیت‌های گوناگون میزنه، کتاب مینویسه، ثروت حاصل میکنه، دنبال شهرت و منصب و مقام و غیره و کارهای دیگه. اما همه اینها، تمام فعالیت‌های مختلف زندگی تنها از یک بعد نگاه میشه، از یک بعد دیده میشه. همه چیز را به عنوان ابزار و حربه تفوق و برتری و پیروزی در جنگ و مبارزه پنهانی ارزش‌ها نگاه میکنیم. سعی میکنیم همیشه برتر از دیگران وانمود کنیم خودمونو و باشیم و وانمود بکنیم. آیا در این جریان این چنینی به نظر شما کم ضایعی نهفته است؟ آیا زندگی تنها یه هدف و یه معنا داره؟ وسعت زندگی را از دست دادن و در آن تنها یک بعد را دیدن کم فاجعه‌ای دوستان. آنچه بعد دلهره آور و مخرب و تباه کننده ای هست میتونه همین باشه. گفتیم دوستان که از مجموعه ارزش‌های ثبت شده تو ذهن ما، اون چیزایی که به عنوان ارزش ثبت کردیم در ذهن ما، خوب دقت بکنید. یه مرکز موهومی به وجود میاد که بچه اونو اسمشو میذاره من. و گفتیم یکی از خصوصیات اساسی این ارزش‌ها کیفیت مقایسه بودنش هست دیگه. اساس این ارزش‌ها کیفیت مقایسه‌ای بودنشه و اساساً از حالت مقایسه‌ای بودن به وجود میان. حالا ببینیم از این جریان چه مسائلی به بار میاد دوستان. بدیهی است که وقتی مقایسه در کار باشه هیچ کس نمیتونه ارزش‌ها رو به طور مطلق از آن خودش بکنه، به تمام ارزش‌ها برسه و نمیتونه از هر جهت و یا در خیلی از جهات با ارزش‌ترین باشه. همه که نمیتونن باشن. همیشه یک کسی پیدا میشه که ارزش‌هاش برتر از دیگری هست. علی دیروز حسن را زمین زده یا تونسته سرود مدرسه را مثلا بهتر از او بخونه. من و شما هم به او گفتیم به به چه بچه زرنگ و باهوشی، مثلا چه بچه با استعدادی. این جریانی هست متداول که تقریبا همه باش آشناییم دیگه، تو روابط اجتماعی، در مدرسه، غیر مدرسه. با این کار ما مدال نامرئی، ناپیدای با ارزش تر بودن را به گردن علی انداختیم. او را از سکوی مثلا افتخار بردیم بالا. امروز به جای حسن احمد باقی کشتی میگیره و احمد علی زمین میزنه فرضاً در ورزش کشتی، یا سرودش رو بهتر از اون میخونه. ما هم عین همون ارزش‌هایی را که دیروز به علی داده بودیم از او پس میگیریم و میدیم به احمد. فردا هم همین مدال‌ها را از گردن احمد و بالا گردن محمود یا دیگری میندازیم. این جریانی که در تمام عمر انسان با آن پیش میره. خب از یه طرف ارزش‌ها رو طوری بچه القا و عرضه میکنیم که به نظرش میرسه اینها مهمترین و عزیزترین چیزیه که هر کس باید داشته باشه و او از همین ارزش‌های مرکز ذهنی ساخته که اون را به نام من و به عنوان هویت خودش و هستی روانی خودش میشناسه که من این ارزش‌ها را دارم و در مقابلش فلان ارزش‌ها را ندارم. این من تعریف میشه در چی؟ در این که چه ارزش‌هایی من دارم، چه ارزش‌هایی ندارم. کی تعیین کرده که من کدام ارزش‌ها را دارم؟ جامعه، خانواده، پدر، مادر و دیگران. و به عنوان هویت و هستی روانی خودش این را میشناسه. از طرف دیگه به علت مقایسه‌ای بودن وضع ارزش‌ها بسیار ناپایدار و غیر قابل اعتماد و اطمینانه. دوام نمیاره این ارزش‌ها، مرتب دست به دست میشن. به عبارت دیگه انسان ساختمان روانی و هویت خودش رو بر پدیده‌ای گذاشته که هر لحظه دگرگون میشه، هر لحظه متزلزل و از این رو به اون رو میشه.
در این حالت آیا انسان در ترس و دلهره و یأس و بی‌اعتمادی و احساس ناایمنی عمیق و همیشه‌ای به سر نخواهد برد؟ امیدوارم دوستانی که گوش میدن توجه کنند به کتاب‌هایی مثل چگونگی تقویت اعتماد به نفس، یا دوستانی که میگن خوشا به حال فلان کس که اعتماد به نفس داره. به این اصول توجه کنند. کدوم نفس؟ کدوم اعتماد؟ اعتماد به چه چیزی؟ به پدیده‌ای که بنیادش برای یک مقدار ارزش‌های تعبیری و تصورات و القاءاتی که دیگران تو ذهن ما قرار دادن و همش قراردادی و هواییه. به پدیده‌ای که چیزی جز سایه و تصویر نیست. اعتماد ما به القاءات تصویری دیگرانه، تصوراتی که برای ما ساختن، منی که برای ما به وجود آوردن و تماما توهمیه. آیا به چنین نفس و هویتی میشه اعتماد کرد؟ حالا بعدها در مباحث این اعتماد به نفس بهتر روشن میشه که چقدر مبنای درست و صحیحی داره و چقدر بی مبنا هست. دوستان، در جریان مقایسه دائمی ارزش‌ها مدام به ما یه ارزشی رو میدن و پس میگیرن. مدام در حالت رفت و برگشت بین ارزش‌ها هست. گاهی بعض وقتا از ما تعریف میکنن، گاهی وقتا ما رو تحقیر میکنن. با توجه به اینکه این ارزش‌ها حیات و هستی و هویت ما را تشکیل دادن و وابسته شدیم به این تعریف‌ها و تحقیرها و تمجیدها، هر ارزشی که از ما گرفته میشه در حقیقت انگار مثل این که یه تیکه از وجود ما را کندن. ذهن ما مشغول میشه به فلان تحقیر، به فلان بی ارزشی که به ما نسبت دادن و مدتها ذهنمون رو درگیر میکنه، بیخوابی به جونمون میفته. انگار یه گوشه از حیات روانی ما رو مختل کردن. در این حالت چه احساس و تصوری نسبت به خود و دیگران پیدا میکنیم؟ نگاه کنید، من احتیاج دارم به این که از شما زرنگتر، تواناتر، باهوشتر، داناتر، اجتماعیتر باشم. مثلا اون صفات دیگه. این صفات برای من بسیار حیاتی، اما در مقایسه با شما میبینم که این صفات رو ندارم. آیا در این صورت احساسی نخواهم کرد که جای یک چیز حیاتی در وجود من خالیه؟ آیا احساس حقارت، نقص و بی‌ارزشی جزء وجود من نخواهد بود؟ اونم جزء همیشگی وجودم. فکر میکنید علت این که ما هرگز از وضع موجود خودمون راضی نیستیم چیه؟ توجه کردید؟ هیچگاه از وضع موجود خودمون راضی نیستیم. چرا همیشه در احساس حسرت به سر میبریم؟ حسرت به خاطر چیزی که فکر میکنیم باید داشته باشیم و نداریم به سر میبریم. چرا به هر جا برسیم باز هم با آتش و ولع میدویم تا به جای دیگه برسیم؟ چرا همیشه به آینده نگاه داریم؟ نگاه هم به آینده است. آیا در آینده زندگی کردن حکایت نمی‌کنه که ما در وضع موجود خودمون نقص می‌بینیم که باید اونو در آینده جبران کنیم؟ اگر خوب توجه کنیم می‌بینیم سراسر زندگی ما را این جریان تشکیل میده که از صبح که از خواب بیدار میشیم این موضوع برای من مطرح است که من یه شخصیت ناقص و نامطلوب دارم، به صورت ناخودآگاه، نه اینکه به صورت صریح. وقتی خوب روانکاوی می‌کنیم درون خودمون رو در واقع فکرکاوی می‌کنیم، تفکرات خودمون رو خوب بررسی می‌کنیم، من یک شخصیت احساس می‌کنیم اینجوریه، من یک شخصیت ناقص و نامطلوب دارم و باید اون رو تبدیل کنم به یک شخصیت دیگری غیر از اینی که هستم. و این جریان در تمام طول عمر ادامه داره. خب دوستان، با توجه به این کیفیاتی که گفتیم، آیا ما میتونیم احساس مطلوبی نسبت به همدیگه داشته باشیم؟ هر یک از ما برای دیگری عامل خطرناک و تهدید کننده و بنابراین به شدت از یکدیگه میترسیم. هیچ توجه کردید که در ته ذهن اینجوری احساس میکنند آدم‌ها که از همدیگه میترسن؟ ترسی مرموز، غیر صریح و مبهم. در این صورت آیا طبیعی نیست که از یکدیگه عمیقاً نفرت و بیزاری هم داشته باشیم؟ چون ترس نفرت میاره دیگه. تا زمانی که مقایسه و رقابت حاکم بر روابط آدم‌ها باشه، امید و عشق و محبت اصیل یه امر محاله. اگر هم هست اینا مجازی، معامله‌ای، سطحیه، سریع تبدیل میشه به نفرت. عشقی که سریع تبدیل میشه به نفرت معلومه که از ابتدا عمیق و اصیل نبوده. حالتهای اصیل که متغیر نیستن، همیشه ثابتن. دوستان، تا وقتی رقابت وجود داره احساس حقارت و ترس هم وجود داره و این دو، یعنی احساس حقارت و ترس، مخل عشق حقیقی و هر گونه احساس خوب دیگه هستن. اگه ارزش‌های ما برای دیگران بالاتر باشه، بر ارزش دیگران بچربه،
نتیجه اون احساس نوعی سرمستی نخوت‌آلود همراه با تکبر و در این حال توأم با هراس و دلهره است که مبادا این را از دست بدیم. چرا؟ چون ارزش‌هایی که احساس سرمستی در ما ایجاد کردن هر آن ممکنه که از ما گرفته بشن. شما امروز رئیس هستید. این که میگم ارزش‌های اعتباری رئیس بودن. من یه توضیح مختصر تو پرانتز از ارزش‌های اعتباری بدم خدمت شما. خود رئیس بودن چه فضیلتیه دوستان؟ غیر از اینه که یک عنوانی به یک نفر میدن و در حد عنوانه. شما اگر تصرفات عینی واقعی و خارجی یک رئیس رو نگاه بکنید، چیزی جز این نیست که مثل بقیه داره زندگی میکنه و فرض بفرمایید که یه قلمی دستشه یه چیزی مینویسه، همین که این کار همه میتونن انجام بدن. اون چیزی که باعث میشه که اون را در جامعه ما یک فرد برتری ببینیم، این توهم، تصویر و اعتباری که ما به ایشون دادیم که شما این عنوان روت باشه، اما خود این عنوان ذات نداره، یک ذات عینی خارجی نداره. اعتباریات یعنی این، یعنی یک عنوان میدن، یک کلمه به یک نفر میچسبونن، فردا این کلمه رو برمیدارن. این یعنی اعتباریات. شما خود کلمه رئیس، واقعیت خارجی رئیس، خود رئیس، کلمه رئیس، حقیقت رئیس رو میتونید پیدا کنید؟ حقیقتی نداره جز اینکه شما اینا چسبوندین به یک نفر به خاطر اینکه یک عنوانی بدید برای یک ترتیب اجتماعی. اما این عنوان اعتباری خیالی برای چیدمان امور اجتماعی تبدیل میشه به یک واقعیت که انگار این یک اصالت و ذاتی داره و بنابراین طرف توهم برش میداره و سعی میکنه این رئیس بودن برای خودش حفظ بکنه. خیلی خوب، این رئیس فردا بهش میگن آقا شما رئیس نیستی، باز چند تا کلمه به کار بردن. یه روز گفتن شما رئیس هستی، فردا میگن شما رئیس نیستی، فقط این کلمات عوض شد. اما در عالم خارج چه واقعیتی، چه واقعیت عینی ملموسی، چه حقیقتی عوض میشه جز این که فرضاً اتاقش جابجا میشه. خب اتاق اتاقه، نفس جابجا شدن از اتاقی به اتاق دیگر فضیلتی است یا حقارتی است؟ نه، به خودی خود. این یه توضیح حالا مختصر و بعد بیشتر با این بحث اعتباریات آشنا میشید. ادامه بحث رو من بگیرم. شما امروز رئیس هستید، فردا ممکنه دیگه نباشید و اگه ارزش‌های دیگران بر ما بچربه، نتیجه اون احساس حقارت، ناکامی، حسرت و نفرت خواهد بود. اون چه در رابطه رقابتی و مقایسه ابداً وجود نداره، احساس تساوی و برابری نمیتونه وجود داشته باشه. اصلا رقابت و مقایسه اجازه نمیده احساس تساوی و برابری در ذهنیت ما خوب شکل بگیره و پایدار بشه. رابطه ما رو تو جامعه اصلا ارزش‌ها تعیین میکنن و میدونیم که ارزش‌های تعبیری محدوداً به یکی دوتا نیست که الا ماشاءالله ما از این اعتباریات داریم. صدها ارزش متفاوت هویت ما رو تشکیل میدن. هویت چی گفتیم؟ همون منیت، اونی که من فلانیم، این نقاط ضعف ها دارم، این برتری ها را دارم، چیزایی که برامون ساختن و القا کردن. در زمینه بعض از اونها، از اون داشته های توهمی احساس برتری و در زمینه بعضیشون احساس کمتری داریم. بنابراین رابطه ما با دیگری یه رابطه دوگانه متضاد همیشه، یه مجموعی از احساس تکبر و نخوت و احساس حقارت با هم دیگه، هر دو رو در خودمون داریم. البته دوستان توجه کنید که به دلایلی که بعداً روشن میشه، همیشه احساس حقارت بیشتر از احساس نخوت و برتریه. احساس برتری در واقع سرپوشیه برای پوشاندن، برای روپوش گذاشتن روی احساس حقارت. و با توجه کردید که ما در اولین برخوردمون با هر کس چه وضع نگران کننده و مردد و ناآرامی پیدا میکنیم. علت این ناآرامی و تردید اونه که برامون روشن نیست چه جبهه‌ای باید انتخاب کنیم، چجوری باهاش برخورد کنیم. استرس داریم. در چند لحظه اول برخورد شروع میکنیم به برآورد ارزش‌های طرف. کی هست؟ چه ارزش‌های اجتماعی داره؟ چه تحصیلاتی داره؟ چه موقعیتی داره؟ اگه دیدیم ارزش‌هاش بر ما میچربه، وضع و رفتار ما زیر دستانه به اون تعریف میشه و یک حالت زیر دستانه به خودمون میگیریم نسبت به اون. و اگه برعکس
رفتارمان هم متناسب با کسی که برتر از هست تنظیم میکنیم. یعنی اگر برعکس باشه، وضعیت اجتماعی، عنوانهاش، اعتباراتش بیشتر باشه، حالت تواضع داریم. اگر کمتر باشه، یک حالتی بهش میگیریم که انگار ما برتریم، از حالت برتری جویانه باش صحبت میکنیم. در اولین آشنایی، اولین چیزی که از طرف میپرسیم آقا شغل شما چیه؟ به واسطه تعیین شغل اون میخوایم نوع جبهه خودمون رو در مقابل اون مشخص کنیم. رابطه ارزشی یه حکایت ضمنی برای اصل دیگر هم دوستان داره و اون اینه که دوستان عزیز، ما هیچگاه با ذات و فطرت و جوهر و ماهیت آدم ها در ارتباط نیستیم. همش با عناوین آدم ها در ارتباط. هیچ وقت با انسانیت انسان ها کاری اصلا نداریم، ارتباطی نداریم. عمدتاً و یا گاهی همیشه ارتباط ما با دیگران با عناوین و اعتباریات و ارزش‌های اجتماعی اونهاست. من با ماهیت انسانی شما کاری ندارم. شما چقدر خوبی، حقیقتاً خوب باشی، ظلم نکنی، حقیقتاً دیگران رو دوست داشته باشی، ما با اینو کار نداریم. اصلا ارزشی نداره تقوای ما برای ما، انسانیت شما برای ما. اون چیزی که مهمه این اعتباریات خیالی شما، اجتماعی شما چقدره. این برای من ارزش‌های اعتباری شما مهمتره. چرا؟ از وقتی چشم به جهان باز کردم تمام مشغولیت و سر و کارم با ارزش‌ها بوده، از ناحیه پدر، مادر، جامعه، مدرسه و غیره، نه با ماهیت‌ها، نه با ذات‌ها، نه با اصالت‌ها. پس رابطه ما رابطه ارزش با ارزش، اعتبار با اعتبار، عنوان با عنوان، نه رابطه انسان با انسان. به عبارت دیگه چنین رابطه دو شیء است، دو تا کالا هست، دو شیء هست، دو تا خیال هست، دو تا تصویر هست، نه دو تا انسان. رابطه دو تا تصویر، رابطه دو تا انسان در مقابل هم نیست. من وقتی به ملاقات شما میام در حقیقت و در باطن هم به ملاقات هویت اعتباری شما، عنوانهای شما، ارزش‌های اعتباریات شما میام. یعنی به ملاقات او پدیده میام که به صورت رئیس و صاحب مقام، مثلا سایه نامری که به شما چسبیده، به صورت سایه نامری برای ملاقات اون میام، برای ملاقات عنوانهای اجتماعی شما میام. و تازه این رابطه هم واقعا رابطه نیست، که یک رابطه واقعی نیست، بلکه یه وضعیت تفریح و گریز و دفاع داره. تفریح و گریز و دفاع. ارزش‌ها برای ما حکمی سپر و قالب دارن که با یک کیفیت دفاعی همیشه خودمون رو در پشت اون پنهون میکنیم. توجه نکردید که چگونه و چطوری برای یکدیگر گارد شخصیت میگیریم، چطور در شناساندن خود به دیگران محتاطانه پیش میریم و نمیگذاریم دیگران از حد معینی به حریم و خصوصی و دنیای ارزشی ما نزدیکتر بشن. مسئله دیگری که از رقابت، از رابطه رقابتی و مقایسه دوستان به بار میاد اینه که انسان خود به خود به طرف یک زندگی سطحی، نمایشی، ریاکارانه، متظاهرانه و بی‌عمق کشونده میشه. دوستان، ریا را شنیدید؟ خودنمایی گاهی وقتا شاخصه و خودش نشون میده و در 90% مواقع منفی هست و مخفی هم هست. یعنی به صورت یک صفت منفی ذهنی در وجود ما هست، ولی در این حال مخفی هم هست. 90% زندگی ما خودنماییه. اگه خوب دقت بکنیم، کنکاش بکنیم در وجود خودمون، در افکار خودمون، این چنینه. بعد از این که انسان در صحنه زندگی قرار میگیره، در واقع در صحنه جنگ قرار گرفته و همه چیز رو به عنوان ابزار رقابت نگاه میکنه. نتیجهش چیه؟ علاقش خود به خود به نفس این پدیده ها و به خاطر خود اونها از بین میره. حالا یه مثال بزنم. شما وقتی که سعی میکنی تحصیل بکنی، لیسانس و فوق لیسانس بگیری، اون عنوانش بیشتر برای شما مطرحه تا حقیقت ارزش علم. این یعنی سطحی نگری شدن زندگی. اینو تأمین بدی به تمام روابط. در مورد شغل همینطوره، در مورد ازدواج همینطوره، در مورد موقعیت اجتماعی همینطوره، در ارتباط و انتخاب آدم ها برای دوستی با اونها همینطوره. اینه که وقتی نفس پدیده ها دیگه به خاطر خود اونها نباشه، میشه زندگی سطحی. امور زندگی را نه تنها فقط از یک بعد نگاه میکنیم وقت، بلکه همون یه بعد را هم به طور اصولی و اساسی نگاه نمیکنیم.
به هر چیز فقط تا اون حد علاقه و توجه پیدا میکنیم که بتونه به وسیله برتری خودمون رو نسبت به رقبای شناخته و ناشناخته نشون بده. ما دنبال چیزایی هستیم که تو جامعه بیشتر ما رو مطرح بکن، نسبت به دوستان، اقوام، آشنایان، نسبت به همه دنبال اموری میگردیم که بیشتر مورد توجه قرار بگیریم، بیشتر ما رو با ارزش‌تر بدونن. کاری نداریم اون اموری که دنبالشون هستیم خود واقعیتشون چیه. مثال زدم تحصیل ارزش ذاتیش به علم، ولی اون چیزی که شما نگاه میکنید در بسیار از موارد بحث مدرک و گرفتن عنوان تحصیل کرده یا لیسانس و فوق لیسانس و امثالهم میشه ارزش ذاتی علم چندان مطرح نیست. حتی اونجایی که ارزش ذاتی علم مطرحه، در کنار این عنوانها مطرحه. یعنی باز توجه به این عنوانهای ظاهری که خیالی هستن، توهمی هستن، باز برتری داره، چون بهتر ما را نشون میده. فرضاً شما مشغول یاد گرفتن زبان خارجی هستید. اگه علاقه شما به نفس اون زبان باشه، فقط بخواید واقعا زبان یاد بگیرید که بدونید، نه اینکه شما نشون بدید که من فرض بفرمایید فلان زبان خارجی رو بلدم. به خاطر این نباشه. اگر واقعا علاقه شما برای یادگیری همون زبان باشه، این یادگیریتون یک کیفیت عمیق و اساسی خواهد داشت و موفق‌تر هم خواهید شد. ولی اگه دارید آن را برای این می‌آموزید که به دیگران نشون بدید که شما هم یه زبان خارجی بلدید، در یاد گرفتن فقط تا اون حد پیش میرید که این نیت و مراد حاصل شه و امکان داره خیلی هم پیش برید یک انسان متخصص خیلی ماهر در اون زبان خارجی بشید، ولی باز هدف همینه. بعضی ما مثل یه سربازی که فقط سعی میکنه اسلحه خودش رو به دشمن پر جلوه بده. دوستان، اگه سلاحش پوچم هست مهم نیست، خالی هم هست مهم نیست، مهم فقط اینه که دشمن این تصور رو داشته باشه که سلاح این آقا پره. دوستان، قبل از این که ما بخوایم این جلسه را به اتمام برسونیم و در هفته آینده ما بقیه مطالب را بگیم، چند نکته را میخوام خدمت شما دوستان بگم و این جلسه را تموم بکنم. اون این که سوالات زیادی به ذهن شما میخوره و یک حالت تضاد و تناقضی بر ذهن شما مستولی میشه با شنیدن حرفا که بالاخره تکلیف ارزش‌های اصیل چی میشه، تفاوت ارزش‌های اصیل با ارزش‌های قراردادی چیه و چجوری اینا رو از هم دیگه تفکیک کنیم. با شنیدن این حرفا سوالات بسیار زیادی مطرح خواهد شد، اما اگر حوصله کنید و پیش بریم تمام این سوالا پاسخ داده میشه و انشاءالله به یک حالت شعف و رهایی و آسودگی و سبکبالی میرسید که تا حالا تجربه نکردید. انشاءالله دوستان توجه بکنید و حوصله کنید تا آروم آروم پیش بریم. چرا؟ چون یک عمر با یک حالت فکری خاص بار اومدید و بار اومدیم که شکستن این حالت کار آسونی نیست و فکر بی‌نهایت مقاومت میکنه، نمیذاره ما عادت‌هامون رو بشکنیم، چون میترسه اگه از این سنگر فکر و خیال و توهمات و ارزش‌ها خارج بشیم همه چیز از دست بدیم. ما فکر شده همه چیز ما و در واقع همه بیچارگی‌های ما هم از همین فکریه که شده همه چیز ما. فعلا تا جلسه آینده، خدا